جان توابون یک دانه آهنگ یک موسیقیشی خوشی کمک انقلابی باش لابنه بدی با خودتان ترتیب بدن باشه دایما سپاس. بینندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست ایران، گرمترین سلام ها و درودهای ما را بپذیرید و هر جایی که هستید براتون آرزوی تندرستی و موفقیت داریم. بهروز ناصری هستم و خوشوقتم از اینکه امروز یک شنبه 25 آپریل 2021 برابر با 5 اردیبهشت 1400 در خدمتتون هستیم. برنامه امروز ما یه برنامه ویژه است به مناسبت اول ماه مه. ما درست یک هفته مونده به اول ماه مه، یعنی آخرین شنبه قبل از اول مه و این برنامه رو اختصاص دادیم به گرامی داشته اولی مه و بحث و اشاره به مهمترین مسائلی که امروز در جامعه در جنبش ما مطرحه و صحبت کنیم در این رابطه. ما در شرایط خیلی ویژه‌ای به اول ماه مه نزدیک میشیم. شرایط ویژه از جهات مختلف. توده‌های کارگر و زحمتکش امسال نسبت به پارسال، نسبت به سال گذشته و سالهای قبلتر در شرایط خیلی بدتر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قرار دادن. زندگی طاقت فرساتر شده است. بحران‌های مختلف جامعه و حکومت‌ها را در بر گرفته است. از بحران اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، همه اینها دست هم داده و یک زندگی خیلی ناخوش و فراخبار و برای توده‌های میلیونی کارگر و زحمتکش به وجود آورده است. ما در این رابطه صحبت می‌کنیم، اما برنامه ویژه امروز رو با مصاحبه با یکی از فعالین کارگری و یکی از رهبران جنبش کارگری در سطح ایران و کردستان، یکی از رهبرانی که در سطح بین المللی هم طبعا شناخته شده و کاگ محمود صالحی معرف همه ما هست، در رابطه با اوضاع ما برنامه‌مون رو با یک مصاحبه با کاگ محمود شروع می‌کنیم. ضمن خوش آمدگویی به کاگ محمود، پیشاپیش اول ماه مه را، فرارسیدن اول ماه مه را به کاگ محمود، به تمام فعالین کارگری، به همه کارگران و زحمتکشان و تمام انسان‌هایی که علیه ستم، استثمار، سرکوب و بی‌حقوقی مبارزه می‌کنند تبریک می‌گویم. امیدوارم که کاگ محمود و همه فعالین کارگری و همه کارگران و زحمتکشان در پروسه کار، زندگی و مبارزهشان تندرست و موفق باشند. کاگ محمود جان، خوش آمدی به این برنامه. با درود به شما و همه بینندگان شما، در خدمتم. خواهش میکنم. کاگ محمود، ببخشید. کاگ محمود، من تمایل دارم که یک سوالاتمو با یک سوال خیلی کلی نسبت به شرایط کار و زندگی توده‌های کارگر و زحمتکش همین امروز شروع کنم و بگویم که اوضاع نسبت به پارسال حتی چگونه است؟ شما اوضاع چطور می‌بینید؟ زندگی کارگر و زحمتکش با چه ملایمات، با چه مصیبت‌های مختلفی روبروست همین حالا؟ شما اوضاع چطور می‌بینید کاگ محمود؟ ابتدا
اول ماه می روز جهانی کارگر گرامی باد. روز جهانی کارگر در اصل روز جشن و شادی نیست، بلکه روز کیفرخواست طبقه کارگر علیه نظام سرمایه‌داری است. این روز یادآور کارگران جانباخته امریکاست که برای تحمیل 8 ساعت کار به سرمایه‌داران به خیابان آمدند و جان خودشان را از دست دادند. یادتان گرامی، راهتان پر رو باد. عزیزان، اوضاع کارگران در ایران خب روز به روز بدتر میشه. این فقط ربطی به ایران نداره، ربطی به سر تا سر جهان داره. ما اگر به رسانه ها نگاه کنی، حتی به رسانه های سرمایه داری و کسانی که 24 ساعته هستن نگاه کنی، میبینیم که نظام سرمایه داری در اصل آچمز شده در مقابل خواست و مطالبات مردم. بنابراین اوضاع طبقه کارگر در سر تا سر ایران یک اوضاعی که واقعا فلاکتباره. مثل اینه مثلا تو کشور ما تورم مثل خرگوش فرار میکنه و دستمزد طبقه کارگر مثل لاک‌پشت دنبالشه. بنابراین این فاصله هیچ وقت به هم نمیرسن. یعنی هر روز وضعیت طبقه کارگر در ایران بدتر و بدتر و بدتر خواهد شد. با توجه به این ویروس کرونا که امروز در ایران در سراسر جهان حاکم شده و در سراسر جهان در قربانی میگیره، وضعیت طبقه کارگر هر روز بدتر و بدتر می شود. حالا ایران که از همه بدتره، چون که در ایران تورم به سال نیست، تورم به روزه، تورم به ساعته، تورم به ثانیه است. اما دستمزد کارگر، دستمزد کارمند، دستمزد پرستار، دستمزد معلم به ساله، ولی تورم به ساعت و به دقیقه است. وقتی اینجوریه پس وضعیت طبقه کارگر هر روز بدتر می شود. خیلی ممنون، تشکر میکنم کاک محمود از این توصیفی که کردید. باشه، پس وقتی که وضعیت اینطوره، زندگی کارگر و زحمتکش روز به روز بدتر میشه، دستمزدها و تورم موجود هیچ تناسبی با هم ندارند، جنبش کارگری ایران چگونه میتواند با این اوضاع فلاکتبار مقابله کند؟ راه چاره چیست به نظر شما؟ مسافه‌هایی که در مقابل این جنبش و به طور کلی این جبهه کار هست، مسافات چی هست؟ چیکار باید کرد؟ ببین، جنبش کارگری رو باید تفکیک کرد به سالهایی که از دهه 60 به بعد، از دهه 60، دهه 70، دهه 80 و دهه 90 و حالا به دهه 40. ببین اینو باید تفکیک کرد. دهه 60 ما میدونیم جنبش کارگری یه جنبشی تعرضی بود و حتی قانون کار در ایران با توجه به وضعیتی که حاکم بود، قانون کاری تصویب شد که حداقل به درد طبقه کارگر میخورد. بعد از دهه 60 جنبش کارگری را سرکوب کردن. وقتی جنبش کارگری را سرکوب کردن تا دهه 80 جنبش کارگری نتونست سرش رو بلند کنه. از دهه 80 به بعد سرش رو بلند کرد و امروز که من دارم صحبت میکنم ده ها نفر کارگر در زندانن، صدها نفر کارگر پرونده مخدومه دارن. بنابراین نتیجه میگیریم که جنبش طبقه کارگر جنبشی تعرضی و جنبشی در خیابان است. با توجه به سرکوب‌ها، با توجه به نداری، با توجه به بیکاری، با توجه به اخراجات، جنبش کارگری جنبش تعرضیه. اما جنبش کارگری در عین حال جنبش منسجم نیست که بتواند به وزنه تبدیل بشه. و فعالین کارگری، کسانی که در محل کار هستند، کسانی که در خارج محل کار هستند، سعی میکنند، تلاش میکنند که این جنبش را متحد، متشکل و سازماندهی شده به میدان بیاورند. که تا امروز این ضعف جنبش کارگریه. وقتی ما 10 سال پیش صحبت میکنیم میگیم طبقه کارگر نیاز به تشکل سراسری داره، به همین نیازه، به همین مبنا بود. اگر 10 سال پیش زمانی که همون حزب کمونیست ایران که من دارم الان باهاش صحبت میکنم، رهبران حزب کمونیست ایران تو تلویزیون اعلام میکردن که طبقه کارگر آمادگی اینو نداره که تشکل سراسری را ایجاد کنه. یعنی به طبقه کارگر میگفتن شما برید تو خونه بشین تا اینکه پیروزی خون بر شمشیر حاکم بشه. این ایده غلطه. این ایده غلطه. طبقه کارگر باید از صفر شروع کنه. طبقه کارگر نباید منتظر باشه که
دستی از آسمان بیاد تا تشکل برای او به وجود بیاره. بنابراین تا زمانی که طبقه کارگر نتونه تشکل سراسری خودش رو تشکیل بده، به نظر من نمیتونه به وزن تبدیل بشه و طبقه کارگر به این سمت و سو داره حرکت میکنه. با تشکر خیلی فراوان دوباره رفیق محمود. خیلی خوب، من با این نظرات شما کاملا موافق هستم و به نظر من طیف خیلی وسیع میتونه موافق باشه که در این اوضاع اگه بحث بر سر تغییر است، تغییر اجتماعی، تغییرات اجتماعی به شیوه انفرادی ممکن نیست، بلکه این به شیوه جمعی و به تشکل و در ابعاد میلیونی در یک اجتماع امکان پذیر است. خیلی خوب، جنبش ما علیرغم این که جنبش کارگری روزانه در حال مبارزات و اعتراضات و اعتصابات خیابانی و کارخانه‌ای است و خیلی جسورانه در عرصه میدان است، دارد از زندگی خودش دفاع می کند، با چنگ و دندان دارد از زندگی دفاع می کند. اما این کارگر، رفقای کارگر ایران، علیرغم جسارتشون اما مبارزشون در همون صنف محدود ماند که محدود ماندن مبارزه در یک صنف محدود میتواند در یک توازن قوای وسیع‌تر و سراسری‌تر امکان در بعد وسیع امکان به پیروزی نرسیدن اون مبارزه مشخص رو مثلا به تعویق بیندازه یا با مشکل روبرو کنه. به همون میرسیم که شما هم اشاره کردید. طبقه کارگر ایران، کارگران و زحمتکشان که اکثریت جامعه 80 میلیونی رو تشکیل میدن، احتیاج به یک تشکل سراسری دارن که اون تشکل بیاد این طبقه رو نمایندگی کنه و در عرصه طبقاتی سخنگوی اونها باشد. خیلی خوب، فعالین کارگری چگونه میتوانند در جهت تشکل سراسری کارگران گام بردارند؟ مکانیزم و راهکار عملی این مهم در جنبش کارگری چیست و پیشنهاد شما چیست؟ ببینید، طبقه کارگر طبیعتا مبارزه میکنه و در این مبارزه هم هزینه های زیادی داده. این هزینه ها یعنی لمس شده برای همه مردم، برای حتی سیستم سرمایه‌داری. اگر برای سیستم سرمایه‌داری لمس نمیشد، طبیعتا این تعرض رو نمیکرد هر روز 10 نفر از کارگران رو بازداشت کنه. بنابراین سیستم سرمایه‌داری از طبقه کارگر وحشت داره و این وحشت روز به روز بیشتر میشه. طبقه کارگر هیچ راهی نداره جز این که تشکل‌های خودش رو تشکیل بده، سازمان خودش رو تشکیل بده. خب طبیعتا ما میدونیم و لمس کردیم طبقه کارگر با تشکیل سندیکا و اتحادیه نمیتونه به خواست و مطالبات سیاسی خودش برسه، هرچند طبقه کارگر احتیاج به حزب سیاسی داره. اما امروز که این توانو نداره، بنابراین باید تشکل سراسری خودش رو ایجاد کنه تا اینکه به وزنه تشکیل بده. برای این امر مهمم طبیعتا مبارزه میکنه. این مبارزه که طبقه کارگر را آبدیده کرده، این مبارزه که طبقه کارگر هر روز هزینه میده، این مبارزه که طبقه کارگر. صدا قطع شد، تصویر ثابت است. رفیق کاک محمود، صدای منو میشنوی؟ میشه دوباره تماس گرفت با کاک محمود؟ باش.
اگر تماس دوباره چند لحظه وقت میگیرد میشه یک موزیک رو گذاشت تماس رو برقرار کرد. بینندگان عزیز، با عرض معذرت از اشکال فنی که مربوط به خط اینترنت به وجود اومد، ما دوباره کاک محمود رو روی خط داریم، اما به دلیل خط اینترنتی ما فقط صدای کاک محمود و عکسش رو داریم و این تصویری اشکال نداشته باشه. ما حرفای کاک محمود برامون مهمه طبعا. کاک محمود جان دوباره خوش اومدید و امیدوارم که با مشکل خط اینترنتی روبرو نشیم. نه باشه. خواهش میکنم. کاک محمود، شما بحث از به غیر از مبارزات طبقه کارگر و حالت تعرضی بودن و انگشت گذاشتن روی تشکل کارگری کردید،
و اینکه یه تشکل سراسری حاصل مبارزه است. من با همه اینها موافقم، اما اجازه بدید من در یکی دو نکته برای اینکه این بحث خیلی مهمه. اول مهمه مربوط به مبارزه طبقه کارگر چه باید کرد و چگونه میتوان از این اوضاع بیرون اومد و به نفع توده های کارگر و زحمتکش فردا اگه تحولی بشه جامعه چگونه میتونه به نفع کارگران تغییر پیدا کنه و نقش تشکل یک نقش درجه اول در این رابطه. من کاملا با شما موافق هستم و تا جایی که به مؤلفات برمیگرده به نظر من این جنبه خب طبعا مشورت و بحث داره، اینکه فعالین در داخل ایران تشکل‌های کارگری و فعالین کارگری رو نکاتی جهت‌هایی خیلی مشخص که ما به ازای عملی داشته باشه توافق کلی وجود داشته باشه که بتونه. ما نمیتونیم بحث از تشکل سراسری کارگران بکنیم از لحاظ نظری بدون اینکه این نظر درست و عملیاتی کنیم یا اینکه عملیاتی بشه یا اینکه نکاتی که در این جهت حرکت میکنه و روی میز داشته باشه. مثلا نکاتی که من خیلی کوتاه در یکی دو جمله خدمت شما عرض کنم، به نظر من یکی از کمبودهای جنبش ما اینه که بعضا خیلی ایدئولوژیک فکر میکنه، بعضا ایدئولوژیک نگاه میکنه و جنبش کارگری بایست برای به پیروزی رسیدن، تحقق خواسته های عادلانه‌اش از برخورد ایدئولوژیک با حتی هم طبقه های خودش، هم گرایشات مختلف جنبش کارگری حتی الامکان پرهیز کنه و خود رو به مسائل که خواسته ها و مطالباتی که مستقیما مربوطن به شرایط کار و زندگی محدود کنه. مثلا اگر امروز ما بیانیه های مختلف تشکل های کارگری رو میبینیم اشتراکات خیلی دارن و یکی از مشترکات بیانیه های مختلف به مناسبت اول ماه مه بحث از دستمزد میکنن و دستمزد و حداقل دستمزد که نباید از 10 میلیون کمتر باشه. خیلی خوب، این یکی از اون نکات، این مثاله یکی از اون نکاتی که امکان بسیج عمومی و میشه حولش داد، اینکه تمام ایران نه فقط کارگران در یک رشته مشخص بلکه کارگران و غیر کارگران و تمام اقشار اجتماعی بتونن رو خواسته های دموکراتیک دفاع کنن، چون اون حداقل دستمزدی که شما و تشکل‌های کارگری مورد اشاره قرار میدن شامل حال همه میشه با هر نظر و ایده و گرایشی که این توده های کارگر داشته باشن. به این خاطر غیر ایدئولوژیک برخورد کردن و در این حال تلاش آگاهانه برای ایجاد شبکه‌های کارگری در بعد وسیع‌تر میتونه به گام‌های عملی‌تری منجر بشه. بحث من گام عملی است، عملیاتی کردن اون درست هایی است که شما هم مورد اشاره قرار دادید. حالا من معذرت میخوام، بفرمایید دوباره صحبتتون رو تکمیل کنید کاغ محمودی عزیز. ببین، جنبش کارگری جنبش دهه 60 نیست. جنبش کارگری جنبشی که 40 سال مبارزه در عین حال پشت سر گذاشته، یعنی در سن من. بنابراین این جنبش مخلوطی نیست، هرچند جنبش کارگری یک جنبشیه که مربوط به تمام طبقه کارگری از مذهبی و غیر مذهبی گرفته تا کسانی که حتی به هیچ آیینی اعتقاد ندارند. بنابراین جنبش کارگری جنبش مادر در جهان. این جنبش اما باید تفکیک کرد، خواسته ها را باید تفکیک کرد. خواسته ها چی هست؟ مثلا خواست افزایش دستمزد خواست همه کارگرانه بدون استثناء، بدون اینکه که بگیم این مذهبیه این غیر مذهبیه یا این لایکه، خواست همه. مثلا گرامی داشته اول ماه می خواست همه کارگرانه بدون استثناء. اما ما یه چیزهایی داریم، یه قانونهایی داریم که مثلا ببین، مثلا من خودم شخصا مثلا نگاه کن ببین،
من از تمام جنبش‌هایی که در سطح ایران به نام جنبش کارگری مبارزه میکنن حمایت میکنم، اما جناح سوسیالیست این جنبش‌ها را تقویت میکنم. این مهمه. طبقه کارگر باید به این برسه که طبقه کارگر باید جایگاه خودش پیدا کنه. ما میدونیم، ما درک کردیم، ما لمس کردیم طبقه کارگر. حالا مثلا ببین تو اروپا طبقه کارگر مثلا تشکل نداره، طبقه کارگر مگر سندیکا نداره. هر کدام از سندیکاهایی که تو نگاه کنی 3-4 میلیون نفر عضو دارن، 2 میلیون نفر عضو دارن. چرا نمیتونن خواست و مطالبات طبقه کارگر رو بیارن رو سفره طبقه کارگر؟ چرا؟ به خاطر اینکه اون سندیکاها و این اتحادیه‌های صنفی هستن، اتحادیه‌های اقتصادی هستن، اتحادیه‌های سیاسی نیستن. بنابراین طبقه کارگر برای رسیدن به خواست و مطالباتش باید حزب سیاسی خودش رو داشته باشه و در حزب سیاسی خودش سازماندهی بشه. هرچند من میدونم در این شرایطی که در ایران زندگی میکنین، از صحبت کردن در مورد حزب سیاسی در واقع گفته تعدادی مثلا بگین جزء تخیلاته، چون حتی در ایران اجازه نمیدن تو یه تشکل کارگری تأسیس کنی. برای چی؟ برای اینکه از خواست و مطالبات خودش در مقابل نظام سرمایه‌داری و در مقابل کارفرمایان حمایت کنی. به خاطر همین موضوع حالا 10 نفر کارگر تو زندانن، یا مثلا یک کمیته تشکیل دادن به جرم این که کمیته را تشکیل دادن، مثلا یه عده عضو شدن، این اعضای کمیته ها به 5 سال و 3 سال و 4 سال و 2 سال محکوم شدن، در حالی که در همین ایران ما کسانی که عضو سازمان‌های سیاسی هستند و به قول خودشان محارب هستند 6 ماه حبس میگیرن به جرم عضویت. بنابراین سیستم و مناسبات سرمایه‌داری ایران اینو درک کرده که طبقه کارگر گورهرکن نظام سرمایه‌داری است و به همین دلیل بهش اجازه نمیده که تشکل خودش رو تشکیل بده، بهش اجازه نمیده که سازمان خودش رو تشکیل بده، بهش اجازه نمیده که منسجم و متحد بشه و همیشه در تدارک پراکنده کردن طبقه کارگر است. و ما در سالهای گذشته از دهه 80 به بعد شاهد این بودیم که همیشه سیستم سرمایه‌داری و مسئولین امنیتی در این که طبقه کارگر رو پراکنده کنن، طبقه کارگر رو از هم جدا کنن، نقش بسیار فعالی داشتند. و من نقطه آخرم اینه که طبقه کارگر باید به این مشکلات توجه نکنه، به این موتیویتی توجه نکنه، این چیکار کرده، اون چیکار کرده، این چیکار کرده، این توجه نکنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه منسجم و متحد حرکت کنه. ما میدونیم خواسته های کسانی که مثلا در سال 98 به خیابان آمد و 96 به خیابان آمدن، خواسته طبقه کارگر بود. این خواسته ها طبقه کارگر روی خش گذاشته بودن که به این نتیجه رسیده، میگه نان، کار، آزادی. این که شعار نظام سرمایه‌داری نیست، این که شعار سرمایه‌داران نیست، این که شعار سازمان‌هایی نیست که در عرض چند ماه پیش مثل قارچ سرشان بلند کردن هر کسی حرفی میزنه. اینا شعار طبقه کارگره. بنابراین طبقه کارگر مغزش رو مسلح کرده، حالا مونده که اینو بیاره تو خیابان. خوشبختانه که امروز بازنشسته ها اونو آوردن تو خیابان و این یعنی حرف آخر طبقه کارگر تو خیابان زده میشه. باش، بازم با شما موافقم. اما من اجازه بده من یک در رابطه با صحبتی که کردید یک سوالو خیلی مهم رو من مطرح کنم. اینکه نقش و جایگاه حزب سیاسی طبقه کارگر برای رهبری کردن و هدایت مبارزات یه امر عاجله، یه امر خیلی مهمه، 100% من موافقم. اما بحث اینجا دیگه بحث‌ها خیلی بحث‌های مختلفی مطرح میشه. یکی این که حزب طبقه کارگر رو باید کارگران بسازن، باید در محیط کار و زیست کارگران و به همت فعالین و به همت تشکل‌های کارگری در محل ساخته بشد. این یه بحثه. اما سوال من اینه کاغ محمود، در شرایطی که
طبقه کارگر ایران فاقد حزب سیاسی و طبقاتی خودش است. در شرایطی که ما میبینیم کارگران در صنوف مختلف مبارزه خیلی جسورانه ای دارند، از هفت‌تپه بگیر، از بازنشستگان بگیر، کارگران ذوب آهن بگیر، همه خیلی جسورانه مبارزه میکنن. مشکل من اینه این مبارزه این رفقای کارگر در سطح صنف خودشون محدود مانده است. کجاست؟ یعنی این دیگه اینجا دیگه روشنبینی کل جنبش کارگری یعنی خم شدنشو میخواد. اگر کارگران یک رشته فرض کنیم هفت‌تپه ماها به مبارزه خیلی جسورانه پرداختن، چرا شهرهای دیگه کارگران در نقاط دیگه به حمایت و پشتیبانی کارگران مثلا هفت‌تپه، اهواز یا سایر بخشایی که در عین مبارزه هستن به خیابان ها نریختن؟ این بحث من سراسری بودنه، بحث من پیوند، بحث من اینه که جنبش کارگری علیرغم این که فاقد حزب سیاسی طبقاتی خودش در شرایط موجوده، اما میتوان بازم کار کرد، میتوان شبکه‌های کارگری به وجود آورد، میتوان این مبارزه رو از یک صنف وسیع‌تر کرد. اگر کامیونداران در سراسر ایران به اعتراض میپردازند، کارگران و مردم زحمتکش در محل زیست در فلان شهر بیان از اونها دفاع کنن، از خواستاشون، خواستای اونها مشترکه. به نظر شما نمیتوان این کارا را کرد؟ به نظر شما نمیتوان بدون اینکه منتظر یعنی وجود حزب سیاسی بود، همزمان که برای ایجاد حزب سیاسی طبقه تلاش کرد، اما در این پروسه سیاست‌ها و عملکردها و رویکردهای عملی خیلی مشخصی که کارگر و زحمتکش رو به همدیگه نزدیکتر کنه، این اتحاد طبقاتی رو وسیعتر کنه، مطرح بشه، اینها امکان پذیر نیست به نظر شما؟ ببینید مشکل فعالین کارگری خارج از کشور اینه که مبارزه را تفکیک نمی کنن. وقتی مبارزه را تفکیک نکنیم، مثلا کتابی که حجار مکوریانی میگن چشم مجور، مثل اون میشه. ببینید عزیز من، مبارزه را باید تفکیک کرد. مثلا تو به من میگی کامیونداران چرا من باید از کامیونداران حمایت کنم؟ من کارگر چرا باید از اونا حمایت کنم؟ کامیونداری که کامیونش 5 میلیارد تومان ارزش ریالیشه، من چرا باید از اون حمایت کنم؟ در حالی که من کارگر حتی یه موتورسیکلت هم ندارم که بنزین یارانه‌ای مصرف کنم. چرا؟ بس اینجا این تفکیک مبارزه، باید مبارزه را تفکیک کرد. من از چی حمایت کنم؟ از چه کسی حمایت کنم؟ بله اینی که خودت توضیح دادی، مثلا کارگران هفت‌تپه حمایت کردن کارگران ایران، اما به دلیل این که به جز هفت‌تپه کارگر نیشکر نداریم ما. خب یعنی هم صنف اونا نیستن، اون صنفیه، مبارزه صنفیه تو محیط خودشونه. کارگران ایران هم یعنی کم یا زیاد ازشان حمایت کردن. این کم لطفیه که میگن حمایت کردن، اما به تناسب قوهشان، به تناسب نیرویی که داشتن. توجه میشی؟ مثلا ببین کارگران عاقداره محکوم شدن که مثلا شلاق بخورن. همین کارگران در ایران مبلغ ریالیش رو پرداخت میکنن که شلاق نخورن. این یعنی چی؟ این مبارزه است. بنابراین مبارزه را باید تفکیک کرد. وقتی مبارزه را تفکیک کنیم، ما دقیقاً به خواست و مطالبات خود میرسیم. این که مثلا من از کامیونداران دفاع کنم، بابا مثلا 10 تا اتوبوس داره. خب 10 تا اتوبوس داره، من که یه موتورسیکلت ندارم، چرا بعد از او حمایت کنم که همه چیزایش رو یارانه بهش بدن؟ چرا باید حمایت کنم؟ اما من از کارگرانی که در اون صنف هستن و راننده هستن با تمام قدرت دفاع میکنیم و اونا رو حمایت میکنیم، نه از کامیونداران. اینو توجه کنید. ما از کامیونداران حمایت نمی کنیم، بلکه از رانندگانی که روی کامیون ها دارن رانندگی میکنن حمایت میکنیم و کاملا هم حمایت کردیم. این مشکل اینجاست.
وقتی ما مبارزه را تفکیک نکنیم، مبارزه را تقسیم نکنیم، طبیعتا به این نتیجه میگیم چرا این کارو نکردن، چرا این کارو نکردن، چرا به خیابان نیامدن، چرا؟ چون خود توضیح دادی اینا صنفن، صنف. وقتی صنف مثلا نیشکر هفته به صنفه، بنابراین تو کردستان تو جاهای دیگه صنف نیشکر وجود نداره، بنابراین صنف داره که مبارزه خودشو میکنه. وقتی ما میگیم تشکل سراسری را تشکیل بدیم، دیگه تشکل سراسری خارج از صنفه. اینم برای تشکیل تشکل سراسری هم دو تا گرایش موجودن. یکی اینه که میگه تشکل سراسری را در بین فعالین کارگری تأسیس کنیم که یک شبه کارو میتونیم بکنیم. یک گرایش دیگه میگه تشکل سراسری باید به دست خود طبقه کارگر در محل کار و زیست و سازماندهی بشه. خب من محمود صالح خودم با گرایش دوم تداعی میکنم. وقتی خودم با گرایش دوم تداعی میکنم، خب برای این امر بسترسازی میکنم، تبلیغ میکنم، ترویج میکنم و افرادش رو پیدا میکنم. در غیر این صورت تو اگر این کار نکنی، خب یک شبه تشکل سراسری به وجود نمی آید. یک شبه تشکل سراسری مثل اینکه سیگار نیست تو جیب در بیارید اینا روشن کنید. تشکل سراسری باید بسترسازی بشه، آماده سازی بشه در این شرایطی که بورژوازی با تمام قدرت، با تمام سرمایه و هزینه، با تمام رسانش، با تمام امکاناتی که در خدمت داره مثل تانک، توپ، آخوند، نمیدونم دادگاه، اطلاعات، وزارت اطلاعات، وزارت هر چیزی که اسمش رو بزنه در اختیار داره و علیه شما داره مبارزه میکنه. شما با دست خالی، حتی از نظر مالی هم جیب خالی داری، بسترسازی میکنی برای اینکه تشکل سراسری را ایجاد کنی. طبقه کارگر امروز در ایران در تدارک تشکل سراسری است. زنده باشی و خیلی ممنون کاک محمودی گرامی. من میخواستم یه اصلاحیه‌ای بکنم. وقتی که من گفتم کامیونداران، شاید یه مقدار ناجوری بود. من منظورم رانندگان بود، اما این توضیح شما در این رابطه که کامیونداران به نسبت خیلی ها آدمای مرفه‌تری هستن و خب میپذیرم. خب کامیون انسان باید ثروتمند باشه که بتونه یک کامیون یا دوتا اتوبوس داشته باشه و حساب اونها با خود رانندگان متفاوته. من این بحثو کاملا میپذیرم. شاید مثال من یه مثال خیلی بجایی نبود، اما منظور من اینه که طبقه کارگر در رشته‌های مختلف وقتی که در رابطه‌های مختلف مبارزه میکنه، اعتصاب میکنه، خواستار حقوق خودش میشه، همین اعتراض و مبارزه از جانب مردم غیر اون صنف هم مورد حمایت قرار بگیره. مثلا اگر مبارزه میکنه میگه حقوقهای ما را پرداخت نکرده اید، خب پرداخت حقوقهای معوقه یک خواست برحقه که بایست در نه فقط پشتیبانی خود کارگران در اون صنف، در اون رشته، بلکه مردم کل محل و شهرم از این خواست دفاع کنن، بگن حقشه چرا پرداخت نمی کنن. من منظورم این جنبه بود که یک دفاع سراسری و که بشه. اما در رابطه با بحث تشکل‌های کارگری به نظر من این بحث فوق العاده مهمه و به ویژه اینکه تشکل کارگری حاصل تجمع صرفاً فعالین کارگری نیست. این باید متکی باشه به تشکل‌های کارگری در محل کار کارگران و از این، یعنی از پایین به بالا باید اون تشکل، نمایندگان تشکل مختلف به وجود بیارن. به هر صورت من با این بحث شما هم 100% موافق هستم و بحثی، اما من به نظر شما اگه بخوام یواش یواش صحبت هامونو خلاصه کنیم، در این اوضاع و احوالی که ما قرار داریم و این همه چالش و مسافه‌هایی که ما با آن روبرو هستیم، اوضاع سیاسی، فقر، بی‌تشکلی، سیاست سرکوبگرانه حکومت و مجموعه از اینها، در این اوضاع شما چه به مناسبت اول ماه مه چه نکاتی رو میخوای برجسته کنی که اون نکات
نتیجه اون نکات، اون برجسته کردن ها، اتحاد، رفاقت بیشتر در صفوف کارگران باشه که بتونه اونها را در مبارزه تقویت تر کنه، قوی تر کنه و راحت تر به خواسته هاشون برسن. شما روی چه نکاتی انگشت میذارید یا برجسته میکنید؟ چه نکاتی در نظر شما مهم است؟ ببین، طبقه کارگر مثلا پارسال این موقع نگاه کنیم، بازنشسته تو خیابان نبود، اما امسال 2 ماه بازنشسته ها هر یک شنبه، یک هفته یک شنبه تو خیابان هستن، میگه من دیگه رأی نمیدم. ببین این شعار، من دیگه رأی نمیدم. دروغ میگن، نمیدونم امریکا عامل فقر و فلاکت تو خود ایرانه. ببین اینا این شعارا از کوره مریخ نیامدن، این شعارا مال طبقه کارگره. وقتی این شعارا مال طبقه کارگر، یعنی طبقه کارگر پاس این شعارا نداشت. خب این طبقه کارگر پیشروی کرده دیگه. اگر امروز به وزن تبدیل نشده، بحث من اینجا باید به وزن تبدیل بشه. تا زمانی که به وزن تبدیل نشه، طبیعتا طبقه کارگر نمیتونه به کاری بکنه، اما مبارزه میکنه تا اینکه به وزن تبدیل بشه. مثلا ببین تو کشور ما 10 حزب تأسیس شدن، هر کسی آزاده بره وارد یه حزب بشه، تنها طبقه کارگر حزب نداره. چرا من باید وحشت داشته باشم از این که طبقه کارگر حزب داشته باشه؟ چرا؟ اگر نظام سرمایه‌داری حزب ممنوع کرده که حزب نباید داشته باشین، خیلی خوب، منم نمیخوام. ولی وقتی برای همه حزب هست، فقط تنها در حالی که طبقه کارگر امکانات تمام جامعه را تامین میکنه، چرا باید من نداشته باشم؟ این چون به خاص طبقه کارگر تبدیل نشده. وظیفه ما چیست؟ وظیفه ما اینه این خواسته ها را به خاص طبقه کارگر اضافه کنیم. یعنی چی؟ یعنی مثلا ما میگیم زندانیان سیاسی آزاد برگردند، یا مثلا ما شعار میگیم مسئله امنیتی را و پرونده امنیتی برای کارگران را بردارید. اینا چیز تازه دیگه. حالا تو همه خونه ها هست، تو صفحه همه خونه ها هست که نباید سیاسیش کنید، نباید این کارو بکنید. یعنی چی؟ یعنی طبقه کارگر رو وحشت زده میکنن. مثلا برای مثال، من خودم چند بار احضار شدم به مثلا اداره اطلاعات. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه وقتی من میگم اول ماه می گرامی باد رو باید تبدیل کنم به مبارک باد. ببین یه جمله، من نوعی، محمود صالحی برای این مبارزه کردم تا این گرامی باد رو تحمیل کردم، چون میگه گرامی باد مال کمونیستاست، مال سوسیالیستاست، ما باید حتما بگیم مبارک باد. مثلا ببین چرا در ایران هفته کارگر رو نامگذاری کردن؟ به خاطر چی؟ به خاطر اینکه نظام سرمایه‌داری دچار بحران نشه در اون روز. ما میدونیم وقتی میگیم اول ماه می، به این معنا که طبقه کارگر باید در اول ماه می دستاشان رو ببندن و دیگه سود برای سرمایه‌داران تولید نکنن. اما در ایران چرا به هفته تبدیل کردن؟ به خاطر اینکه اون روز کارخانه ها، کارگاه ها، محل کار تعطیل نباشن و نظام سرمایه‌داری آسیب نبینه. من دارم اینو برای طبقه کارگر توضیح میدم که طبقه کارگر نظام سرمایه‌داری داره ما رو گول میزنه، کلا سر ما میزنه، برای ما یه هفته به اسم ما کرده اما اجازه نمیده یا یه روز ما کارگر را تعطیل کنیم. این مبارزه است. پس طبقه کارگر باید اینا رو بدونه. چه کسی اینا رو به طبقه کارگر میگه؟ خب طبیعتا نظام سرمایه‌داری یا دولتی که حاکمه به طبقه کارگر این حرفا رو نمیزنه. من باید بگم، تو باید بگی، اونایی که خودشانو در صفوف سوسیالیستا میبینن باید بگن، نه اینکه طبقه کارگر رو وحشت زده از زندان بکنن. بابا میگه طبقه کارگر رو زدن، کشتن، بریدن، نمیدونن چیکار کردن، طبقه کارگر رو وحشت میکنه، دیگه مبارزه نمیکنه. من به طبقه کارگر میگم طبقه کارگر، زندان چیزی نیست. زندان یک اتاق، درشو بستن، یه نگهبان اونجا، تو نمیتونی بیای بیرون. نه مشکل اینه. ما نباید از زندان بترسیم. وقتی از زندان نترسیم
وقتی از دستگیری نترسیم طبیعتا خیابان مال ماست. من اینو میگم در اول ماه می به طبقه کارگر اینو میگم طبقه کارگر ما باید خیابان رو تصرف کنیم. تصرف خیابان یعنی رسیدن به خواست و مطالبات خودمون. ما نباید وحشت داشته باشیم از این که ما را دستگیر کنن یا ما را مثلا بگن سیاسی. بله سیاسیم، مگه سیاسی شاخودم داره؟ نه من سیاسیم، بله افتخار میکنم. مگه سیاسی چی؟ یه قاضی به من گفت تو خانوادگی سیاسی، گفتم بله من خانوادگی سیاسی هستم. مگه چه سیاسی؟ بنابراین باید طبقه کارگر در حرف اقرم اینه، طبقه کارگر باید خیابانا را تصرف کنه تا اینکه به خواست و مطالبات خودش برسه. کاک محمود، ما همیشه برای شما و برای همه فعالین کارگری آرزوی تندرستی داریم و امیدواریم که در این پروسه همیشه موفق باشید. من به عنوان آخرین سوال، اگر پیامی داری، اگر من نکاتی رو بحث نکردم، اگر شما میخواهید به عنوان کلام آخر چیزی بیافزایید بفرمایید. پیام من اینه طبقه کارگر ما نباید در مراسم هایی که توسط کارفرما و دولت برگزار میشه شرکت کنیم. اگر قرار مراسمی برگزار بشه باید این مراسم مستقل و توسط خود ما کارگران سازماندهی و تدوین شده باشه. بنابراین ما در هیچ مراسمی که توسط آخوندها، توسط امام جمعه، توسط فرمانداری و اداره کار، توسط نهادهای کارفرمایی تشکیل بشه ما شرکت نمی کنیم. مثلا امروز در شهر ما برای اول ماه می رفتن به خونه امام جمعه شهر سقط. آقا امام جمعه شهر سقط تو کارگری؟ تو چه کاره هستی؟ تو کارگری؟ یعنی این خیانت به طبقه کارگره. حتی کارگری که رفته اونجا سلام هم داده این خیانت کرده به طبقه کارگر. طبقه کارگر نباید این کارو بکنه. پیام من اینه طبقه کارگر باید مراسم‌های خودش رو مستقل، آگاهانه و بدور از هر گونه دخالت دولت و کارفرما تشکیل دهد. زنده باشی، خسته نباشی. خیلی ممنون و تشکر برای شرکت شما در این گفتگو کاک محمود عزیز و گرامی. خیلی ممنون. رفقا میتونید آهنگی
بینندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست ایران، سلام های دوباره ما را بپذیرید. به مناسبت اول ماه مه می توان مباحثات مهم خیلی زیادی انجام داد. مسائل خیلی زیادی مطرحند، از بحران های رژیم و بگیر تا وضعیت طبقه تا چه باید کرده ها و نظرات گوناگونی که در این رابطه مطرحند و بحث و دیالوگ و گفتگو در این زمینه ها طبعا جای خودش داره و ما تا جایی هم بتونیم هم امروز هم برنامه های مختلف ما به این مسائل میپردازیم. در رابطه با اول ماه مه من گشت و گذاری داشتم به رسانه های مختلف، یه سری اطلاعیه ها دیدم، یه سری پیام ها دیدم و یه تعداد از این پیام ها و اطلاعیه ها را که من بهش اشاره میکنم و یادداشت کردم. در صفحه فیسبوکی به یک پیام بزرگوار و ارجمند محمد قره‌گزلو برخورد کردم که تمایل داشتم اونو به اجازه خودم که بعداً هم حتما امیدوارم با موافقت بزرگوار محمد قره‌گزلو مواجه بشه، پیامشو که در صفحه فیسبوکی بود رو انتخاب کردیم و اونو پخش میکنیم. بعداً خدمتتون دوباره برمیگردیم. کارگران، زحمت کشان، مردم شریف ایران، اول ماه مه روز جهانی کارگر به همه شما و تمام انسان‌هایی که دل در گروه آزادی و برابری دارند شاد باد. سال 1400 خورشیدی در شرایطی به استقبال جشن جهانی طبقه می‌رویم که به سان سال پیش جهان هنوز از شر بحران پاندمی کووید 19 خلاص نشده است. این پاندمی مرگبار خود یکی از عوارض شیوه جهنمی تولید سرمایه‌داری و تعرض به زیست بوم انسانی است. اگر در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری دولت‌ها برای راه‌اندازی تولید و استمرار استثمار کارگران و کسب سود بیشتر طی یک پروژه بی‌سابقه به واکسن‌های مختلف دست یافتند و کم و بیش واکسیناسیون عمومی و رایگان را شروع کردند، در مقابل در ایران نه فقط هنوز هیچ افق روشنی برای تامین و تزریق واکسن عمومی و رایگان دیده نمی شود، بلکه بی‌برنامگی و پنهانکاری مدیران ارشد پاندمی را به یک فاجعه تمام عیار تبدیل کرده و در این میان بیشترین لطمه را به کار و زندگی و سلامت و معیشت طبقه کارگر زده است. از سوی دیگر تصویب حداقل دستمزد 3 برابر زیر خط فقر در کنار قحطی عریان در متن یک ابرتورم شگفت‌انگیز بویژه در مواد غذایی ضروری اوضاع بسیار هولناک و سیاهی را به سپهر هستی مزدبگیران تحمیل کرده است. کارگران مبارز نباید تسلیم شرایط وحشتناکی شد که تنها مسئول و مسببش بورژوازی حاکم است. سرمایه‌داری ایران با تمام قوا عزم جزم کرده است که از طریق تشدید سیاست‌های ریاضتی و بهره‌کشی از ارزان‌ترین نیروی کار موجود در منطقه تعرض امام‌گسیخته دیگری را علیه طبقه ما آغاز کند و تا می‌تواند فشار بحران و رکود تورمی را به گردن کارگران بیندازد و تسمه از گرده نیروی کار بکشد. روز جهانی کارگر و همه روزهای سال و تمام فرصت‌های ممکن را باید به میدانی برای اعتراض به این وضع فلاکتبار تشدید شونده تبدیل کرد. خواست واکسیناسیون فوری و رایگان در کنار بازگشت به کار همه بیکارشدگان ناشی از کرونا، پرداخت بیمه بیکاری مکفا و البته حداقل دستمزد 12.5 میلیون تومانی بدیهی‌ترین مطالبات سال جاری طبقه کارگر ایران است. پرتوان باد رزم کارگران. حالا صدای من پخش میشه؟ با سلام های مجدد به بینندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست ایران، من یه سوال داشتم از رفقا. میتونید به من اشاره بکنید که من چند دقیقه دیگه وقت دارم؟ 10 دقیقه؟ 20 دقیقه؟ نه، وقت 5 دقیقه. و در رابطه با وقت همیشه مشکل داریم.
رفقا و دوستان عزیز، اول ماه مه فرا میرسد و علیرغم تبریک این روز بزرگ طبیعی است که مسائل مختلف، موضوع مباحثات مختلفی هم وجود داشته باشه. وقتی که بیانیه های مختلف رو ورق میزنیم، اشتراکات زیادی در اونها وجود داره. یکیش افزایش حداقل دستمزده که مثلا اینجا من یه بیانیه دارم، مثل بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران به مناسبت فرارسیدن اول ماه مه، که این بیانیه میگه که مطالبه افزایش دستمزد یکی از اصلی ترین محور تلاش و مبارزه طبقه کارگر ایران است و حداقل دستمزدی که مورد بحث قرار میدن که باید وجود داشته باشه حدود 12 میلیون، بیش از 12 میلیونه که کارگر بتونه از یه حد اقل زندگی در این اوضاع متورم برخوردار باشه. یا مثلا حد اقل دستمزد 12 میلیون و افزایش دستمزد. یا اون بحثی که بزرگوار محمد قره‌گزرو بحث میکنه در رابطه با واکسیناسیون رایگان، کاملا درسته. جمهوری اسلامی میتواند واکسینه کردن، علیرغم اینکه خیلی نامسئولانه اومدن فتوا دادن که نباید واکسینه های معتبر که سازمان جهانی بهداشت مورد تایید قرار بده داده، مثلا از آمریکا و انگلیس اینها خریداری بشه و دولت مردان خودشون هم استفاده میکنن. اما در همین جامعه بورژوایی، در همین نروژ، اینطوره که واکسینه هم رایگانه و هم داوطلبانه است. همین بورژوازی در کشورهای غربی واکسیناسیون رو گروگان نگرفتن، همچنان که جمهوری اسلامی میخواد گروگانش بگیره. میگه اگه میخوای واکسینه بشی باید در انتخابات شرکت کنی، همچون شایعات یا همچون گفتارهای ما میشنویم از جاهای مختلف. به همین خاطر خواست واکسیناسیون رایگان و برای همه ساکنین ایران، یعنی تمام کسانی که زندگی میکنن حتی اگر تابعیت ایران هم نداشته باشن اما کافیه در ایران زندگی کنن، باید واکسیناسیون شامل حال اونها بشه و هزینه اونو دولت باید بپردازه و نه توده های کارگر و زحمتکش. به غیر از این و با یک جنبندی از نکات خیلی مهمی که بزرگوار گرامی کاک محمود صالحی اشاره کردن، من این جنبندی رو ارائه میدم که طبقه ما، طبقه کارگر، در یک وضعیت خیلی خاص و ویژه‌ای قرار داره و کار در این شرایط هم باید خیلی روشنبینانه، آگاهگرانه باشه و بدونیم علیه چی داریم اعتراض میکنیم و بدونیم چه چیزی رو میخوایم به دست بیاریم و باز اینو بدونیم که به دست آوردن اون خواسته های مهم چگونه امکان پذیر است. بحث مکانیزم هاست. در این بحث مکانیزم ها جمع و تشکل سراسری نقش کلیدی ایفا می کند. هیچ تغییری در بعد اجتماعی به صورت انفرادی امکان پذیر نیست و یا نمیتونه به ثمر برسه. پس در نتیجه اگر اوضاع غیر پیشبینی و متحول و بحرانی ایران قرار باشه که به نفع که تغییر کنه، ما خواستار تغییر به نفع کار توده های کارگر و زحمتکش هستیم و به همین خاطر باید یک از لحاظ سیاسی، از لحاظ نظری، از لحاظ عملی روشی وجود داشته باشه، روش باز و آزادی خواهانه که توده های کارگر و زحمتکش رو هرچی بیشتر به همدیگه نزدیک کنه، متحدتر بشن، همبستگی و در بین توده های کارگر تقویت تر کنه و همه پشتیبان همدیگه باشن در تحقق خواسته های برحقش. من بار دیگه فرارسیدن اول ماه مه رو به همه کارگران و زحمتکشان، فعالین کارگری و به تمام انسانهای آزادیخواه و مبارزی که علیه ستم، استثمار، سرکوب و بی‌حقوقی مبارزه میکنن تبریک میگویم
و برای همگی شماها در پروسه کار و زندگی و مبارزه آرزوی سلامت و موفقیت دارم. روز شاد و اول ماه مه خوش.